در حالی که من برای خاطر همین ترانه های روستایی را بیقرارانه میخوانم. حتی دکلمه اگر بکنم با لهجه یا زبان همون محلی که اون انجام میدن میخوانم. یعنی ثبت میشه در واقع یه ترانه کاملا محلی. همونطور من میگم. مثلا یک مردی، یک دختری زنی قاصد نمیگیره برای روستا که به مدت دیگران بدانند این چی میکشه. به یک کلاغ رسید، گفت کلاغ پرسفیده لاجی گردن ایسی پیغام دارم تو تونی بردن. بعد خیلی غمگین وایساده گفت می پیغام بر پیش دل من. از وحشتی که قاصدان میرفتن اقاضی میکردن بعد بین این دوتا به هم میریخت، این وحشت کرده بود، گفت بود که ببر پیش دل من، بزن زانو بگو درد دل من. این یک دختر روستایی میگه، ولی دختری که دیگه از 40 سال قبل بینور بود. ما قبل 40 سال هر چه حرف زدند همه اش در مسئله بودی که باید عزت و عفت خودشون را کاملا حفظ میکنن. مثلا اینجا دیگه این دختر خیلی بی‌پروایی، اینجا بی‌پروا بود. حالا یکی دیگه نجابتی توی یکی دیگه بعد اون یکی دیگه که گفت آره اون تکه‌ای که الان من میخوانم برای اینکه این حیای خودش را حفظ کرد، مأخوذ به حیا بود، این بوده که گفته بشم کوهان سر ریحان بکشتم، می ریحان زرده بود مو او نداشتم، آب نداشتم. بله. بعد خودش گرفت مانند آدمی که خجالت میکشه، گفت که بشم پیش خدا یه عرضی داشتم. بعد کسی نمیاد، گفت که همه گلدسته داشتن مون نداشتم. ببین این گلدسته چی تشبیه کرده؟ به شکل کاملا تمثیلی درد دلشو داره